یه روش فوق‌العاده راحت و جذاب برای معرفی کتاب و در این حال تقویت مهارت خوندن کتاب‌های لوله‌ای یا لز قوله ها هستند. لز قوله در حقیقت یه توماره که بچه‌ها بعد از خوندن یک کتاب در طول زمان به یک سری تمرین‌های مشخص جواب میدن و در حقیقت اطلاعات رو از متن کتاب استخراج میکنن و روی صفحه‌های آچار می‌نویسن. در نهایت این صفحه ها به هم وصل میشه، لوله میشه و داخل جعبه‌ای مثل قوطی چیپس پرینگلز یا هر چیزی شبیه اون قرار میگیره. این پروژه چون به بچه‌ها زمان کافی میده تا این محصول رو تولید بکنن، بهشون اجازه میده تا روی موضوع کتابشون و سوالاتی که ازشون شده عمیق‌تر تمرکز کنن. همینطور به مهارت خوندن و خلاصه نویسی اونها کمک میکنه. در انتها بچه‌ها با انتخاب رنگ‌ها، تصاویر و نحوه ارائه خاص خودشون یک محصول کاملا شخصی رو در انتها ساختن.